شمار اعتراضگران در یریوان پایتخت ارمنستان تا رفت کم می شود، اما جوانان باقی مانده میگویند تا زمانی که حکومت قرارش درباره 16% بالا بردن نرخ نیروی برق را لغو نکند، در میدان بگرامیان خواهند ماند. شب گذشته آنها برای هماهنگ ساختن اعتراضها رهبران نو انتخاب کردند، چون که سازمان دهندگان اصلی اعتراضها علیه ترک میدان کردند. در روزهای اوجش اعتراض یریوان تا 15-20 هزار نفر را جمع می آورد. حکومت اعلام کرد که یک بازرسی بین المللی تا کجا قانونی بودن قرار بالا بردن نرخ نیروی برق را تحقیق می کند. در سرایو پایتخت بوسنیا نمایندگان سه قوم اساسی از نمایشگاهی بخشیده به سالگرد 20 قتل عام سربرینیتسا دیدن کردند. این خونین‌ترین قتل عام در اروپا از زمان ختم جنگ دوم جهان بود. در سربرینیتسا در سال 1995 نیروهای سرب بیش از 8000 مردان و نورسان مسلمان را کشتند. مسلمان‌های بوسنیا، خروات‌ها و سرب‌ها از 13 منطقه از سراسر کشور از گالری 11 ایول سال 1995 در چارچوب برنامه ما باید بدانیم دیدن کردند. این برنامه را آژانسی کمک‌های بین‌المللی آمریکا به راه انداخته است. این مردان در فاصله نه چندان دوری از شهر نفتخیز کرکوک در شمال عراق به نبرد آمادگی می‌گیرند. آنها ترکمن‌های پیرو مذهب شیعه می‌باشند که جنگیان سازمان تندرو دولت اسلامی آنها را از منزل‌هایشان پیش کردند. حدود یک ماه قبل روحانی شیعه از ترکمن‌ها دعوت کرد تا آماده نبرد شوند. بعد انجام تمرین‌ها وظیفه این افراد پیشگیری از پیشروی منبعد جنگیان دولت اسلامی و برگرداندن قلمروهای تصرف شده خواهد شد. حکومت ژاپن به افغانستان 140 ماشین بارکش و دیگر انواع ماشین‌ها داد. این ماشین‌ها اساساً برای تازه کردن راه‌ها در فصل زمستان استفاده خواهند شد.